به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. کتاب مسئله بودن و نبودن، عشق، فقدان و آنچه در پایان اهمیت دارد. نویسنده آروین یالوم و مرلین یالوم، مترجم نازی اکبری هستش و انتشارات ققنوس در سال 1401 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. موضوعات این کتاب در مورد کتاب‌های روانشناسی عمومی هستش و کتاب‌های زندگی نامه و خاطرات. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. چگونه می‌توانیم تا آخرین لحظه زندگی با معنا داشته باشیم؟ کتاب مسئله بودن و نبودن ما را با چنین پرسشی مواجه می‌کند. مرلین یالوم که به نوعی سرطان خون مبتلا شده، به آروین یالوم پیشنهاد می‌دهد که کتابی را با هم بنویسند تا به سؤال بودن یا نبودن پاسخ دهند. آنها در این کتاب از عشق، فقدان، سوگ، غم، رنج و معنای زندگی میگویند. درباره کتاب مسئله بودن و نبودن، آروین یالوم یکی از روان درمانگران معروفی است که با کتابهایش به افراد زیادی در سراسر دنیا کمک کرده. از پس ناملایمات زندگی بر بیایند و بسیاری فکر می‌کنند که چنین فردی در هنگام مواجهه با لحظات دشوار زندگی هیچ مشکلی نخواهد داشت و به راحتی می‌تواند از شرایط سخت جان سالم به در ببرد. اما وقتی کتاب مسئله بودن و نبودن را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که آروین یالوم هم ممکن است روزی آموزه‌های خویش را فراموش کند و مجبور شود برای یادآوری بسیاری چیزها به کتاب‌هایی که خودش سالها پیش آنها را نوشته رجوع کند. کتاب مسئله بودن و نبودن درباره یکی از برهه‌های سخت زندگی او و همسرش مرلین یالوم است. زندگی مشترک این دو نفر از هر نظر غبطه برانگیز است. آروین یالوم استاد دانشگاه استنفورد و روانکاوی شناخته شده و مرلین یالوم استاد زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه استنفورد و یک پیشگام در جنبش فمینیستی 65 سال عاشقانه در کنار هم زندگی کردند. آنها از همان دوران دبیرستان عاشق هم می‌شوند و با یکدیگر ازدواج می‌کنند. صاحب 4 فرزند و 8 نوه می‌شوند. دوستان و آشنایان بسیاری می‌یابند و زندگیشان از هر نظر رضایت بخش به نظر می‌رسد. مرلین یالوم در قسمتی از کتاب مسئله بودن و نبودن اعتراف می‌کند که حسرت خاصی در زندگیش ندارد و به هر چیزی که می‌خواسته رسیده است. یک بیماری به نام میلومای چنگانه زندگی این زوج خوشبخت را دچار بحران می‌کند. مرلین تصمیم می‌گیرد که کتابی مشترک با آروین بنویسد تا میراثی برای زوج‌هایی به جا بگذارد که یکی از آنها بیماری لاعلاج دارند. تا فصل 22 کتاب مسئله بودن و نبودن، آروین یالوم و همسرش فصل‌های کتاب را یکی در میان می‌نویسند. در فصل‌هایی که مرلین یالوم نوشته است به خوبی درد و رنج را احساس می‌کنیم. هر دو نویسنده کتاب به خوبی می‌دانند که بیماری مرلین قابل درمان نیست و این واقعیت را قبول کردند. در میانه مسیر درمان سرطان، مرلین به این نتیجه می‌رسد که دیگر توان ادامه زندگی را ندارد و از آنجایی که اتانازی در ایالت کالیفرنیا قانونی است، تصمیم می‌گیرد این گزینه را در میان گزینه‌های دیگرش قرار دهد. مرلین و آروین سعی می‌کنند این گزینه را نادیده بگیرند و به سراغ روش‌های دیگر بروند. روش‌هایی که همه آنها را به دقت در کتاب مسئله بودن و نبودن توضیح دادند، اما در نهایت ناگزیر می‌شوند که راه اتانازی یا خودکشی قانونی و اختیاری را انتخاب کنند.
بعد از مرگ مرلین یالوم همسرش آروین نوشتن کتاب را ادامه می دهد و سوگ خود را در هر فصل از کتاب ابراز می کند. او افکار و احساسات خود را درباره مرگ مرلین بر روی کاغذ می آورد و تلاش می کند با غم فقدان در زندگی جدید خود کنار بیاید. شگفت‌انگیز است که در این راه کتاب‌هایی که خودش نوشته به او بیش از هر چیزی کمک می کند. آثاری چون خیره به خورشید، درمان شوپنهاور، مامان و معنی زندگی. آروین یالوم در ابتدای کتاب می نویسد که از سکته مغزی جان سالم به در برده و با عصا راه می رود. همچنین جعبه‌ای در قلبش کار گذاشته شده، اما با همه اینها نوشته‌هایش در کتاب مسئله مرگ و زندگی حس زنده بودن را به خواننده منتقل می کند. یالوم نوشتن کتاب را در سال 2019 تمام کرد و تقریباً در زمان شروع همهگیری کرونا آن را به انتشار رساند. او در گفتگویی در سال 2022 اظهار کرد که همچنان نمیتواند بر سر مزار مرلین یالوم برود یا عکس‌های او را ببیند. مواجهه او با سوگ از دست دادن شریک زندگیش هنوز هم ادامه دارد. آروین یالوم پذیرفته که غم و اندوه چیزی است که هرگز از آن رهایی نخواهند داشت. تنها کاری که از دست او برمیآید سازگاری با غم از دست دادن عزیزان است. شاید تصور شود کتاب مسئله بودن و نبودن درباره مرگ است، اما این کتاب بیشتر حول محور عشق می‌گردد. این اثر شاید دلخراش باشد، ولی گواهی است بر یک عمر عشق ورزیدن و زندگی مشترک پر از شادی و بدون حسرت. این کتاب ما را با مسائلی چون تنهایی، فقدان عزیزان، غم و اندوه، پیر شدن در کنار هم و ارزشمندی زندگی روبرو می کند و پرسش هایی در این باب در ذهنمان به وجود می آورد. در این سالها ترجمه های بسیاری از این کتاب منتشر شده‌اند. نازی اکبری که خودش در زمینه روان درمان شناختی تخصص دارد و کتاب‌های دیگر آروین یالوم را ترجمه کرده، کتاب مسئله بودن و نبودن را به فارسی برگردانده و انتشارات ققنوس ناشر متنی این کتاب آروین و مرلین یالوم است. نکوداش‌های کتاب مسئله بودن و نبودن. مرلین یالوم و آروین یالوم بسیار صادقانه خودشان را در کتاب مسئله بودن و نبودن افشا کردند. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های خاطرات دوران پیری و مرگ است. کیتیلین دافتی، بنیانگذار مؤسسه مرگ خوب و نویسنده کتاب دود توی چشم‌هایتان می‌رود، کتاب مسئله بودن و نبودن خیلی بیشتر از یک کتاب است. این اثر داستان یک عشق پایان ناپذیر است. هر فرد با خواندن این کتاب از چند جهت سود میبرد. با مرگ خود مواجه می شود، با غم و اندوه فقدان عزیزانش کنار می آید و با معنی زندگی آشنا می شود. این روایت صمیمی مرا به گریه واداشت. دکتر جان کاچیاتوره، نویسنده کتاب تحمل جانکا. این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ مترجم کتاب مسئله بودن و نبودن آن را به کسانی تقدیم کرده که نگاهشان از حادثه عشق‌تر است. افرادی که مرگ عزیزانشان را تجربه کردند. از این کتاب آروین و مرلین بهره زیادی خواهند برد. در بخشی از کتاب مسئله بودن و نبودن می‌خوانیم: عشق، فقدان و آنچه در پایان اهمیت دارد. دوستانم می‌دانند که من همیشه به دنبال رمان‌های خوب می‌گردم. اخیراً پیشنهادات جالب و متعددی دریافت کردم، اما از آنجا که مایلم به لذت بردن از تأثیرات الهام بخش مطالعه کتاب‌های خودم ادامه دهم، مامان و معنای زندگی را انتخاب می‌کنم. کتابی داستانی که 20 سال پیش نوشتم و از آن زمان بازش نکردم. با مرور فهرست مطالب مات و مبهوت می‌شوم. در واقع از دیدن عنوان 4مین داستان 7 آموزه پیشرفته در سوگ درمانی شوکه می‌شوم.
آه، مشقات 88 ساله بودن! چگونه توانستم این داستان را که بسیار به سوگواری کنونیم مربوط است فراموش کنم؟ این داستان طولانی ترین داستان کتاب است. بلافاصله شروع به خواندن می کنم. چند سطر اول حافظه‌ام را به کار می اندازد و تمام داستان در ذهنم نقش می بندد. داستان را با توضیح درباره مکالمه‌ای با دوستی صمیمی آغاز می کنم. یکی از همکارانم در دپارتمانم که از من می خواهد آیرین، دوست و جراحی از دانشگاه استنفورد را درمان کنم که شوهرش یک تومور مغزی بدتیم و غیر قابل جراحی دارد، خیلی دلم می‌خواست برای دوستم مفید باشم. اما پذیرفتن دوست او به عنوان درمانجو مشکل ساز به نظر می رسید. گرفتار مرزبندی در همی خواهم شد که هر روان درمانگر با تجربه می خواهد از آن دوری کند. صدای زنگ خطر را می شنوم، اما چون مشتاق کمک به دوستم هستم صدایش را پایین می آورم. به علاوه این تقاضا غیر منطقی نبود. در آن زمان خاص من به شدت درگیر پژوهشی درباره تاثیر رواندرمانی گروهی بر 80 همسر داغ دیده بودم و من و دوستم هر دو متقاعد شده بودیم که تعداد اندکی رواندرمانگر هستند که بیش از من در مورد داغ دیدگی می‌دانند. و یک نکته قانع کننده دیگر، آیرین به دوستم گفته بود که من تنها فردیم که ذکاوت کافی برای درمان او را دارم. دو شاخه‌ای بی‌نظیر برای پریز تکبر من. فهرست مطالب کتاب: یادداشت مترجم، پیشگفتار: 1. جعبه حیاتی. 2. زمینگیر شدن. 3. آگاهی از ناپایداری. 4. چرا به مراکز زندگی با مراقبت‌های دائمی نقل مکان نمی‌کنیم؟ 5. بازنشستگی، لحظه دقیق تصمیم گیری. 6. پسروی‌ها و آرزوهای تازه. 7. باری دیگر، خیره به خورشید. 8. به هر حال این مرگ از آن کیست؟ 9. رویارویی با فرجام‌ها. 10. لحاظ کردن خودکشی کمکی. 11. شمارش معکوس پرتشویش تا پنجشنبه. 12. یک غافلگیری به تمام معنا. 13. پس حالا دیگر می‌دانی. 14. حکم مرگ. 15. ودا با شیمی درمانی و امید. 16. از مراقبت‌های تسکینی تا آسایشگاه بیماران محتضر. 17. مراقبت در آسایشگاه بیماران محتضر. 18. توهمی آرامش بخش. 19. کتاب‌های فرانسوی. 20. پایان نزدیک می‌شود. 21. مرگ از راه می‌رسد. 22. تجربه پس از مرگ، به یادش خواهیم بود. 23. زندگی به عنوان بزرگسالی مستقل و مجرد. 24. تنها در خانه. 25. آمیزش و سو. 26. غیر واقعی بودن. 27. بی‌حسی. 28. کمکی از سوی شوپنهاور. 29. آشکار شدن انکار. 30. بیرون رفتن. 31. ناتوانی در تصمیم گیری. 32. در باب مطالعه آثار خودم. 33. 7. آموزه پیشرفته در سودرمانی. 34. آموختنم ادامه دارد. 35. مارلین عزیزم، درباره آروین و درباره مترجم. شاهایی از این کتاب رو برای شما میخونم. به دلایل زیادی از کنار گذاشتن روانپزشکی متنفرم. بیشتر به این خاطر که از کمک کردن به دیگران بسیار لذت میبرم و تا این لحظه از زندگی آن را به خوبی یاد گرفتم. دلیل دیگری که از گفتنش کمی خجالت میکشم این است که دلم برای گوش دادن به آن همه داستان تنگ میشود. من اشتیاق سیری ناپذیر برای شنیدن داستان دارم، به خصوص آنهایی که بتوانم در تدریس و نوشتن به کار ببرم. از دوران کودکی عاشق داستان‌ها بودم و به جز سالهایی که به دانشکده پزشکی می‌رفتم همیشه بی بر برگرد قبل از خواب کتاب می‌خواندم. با اینکه نویسنده‌های صاحب سبکی چون جویس، نابوکوف و بنویل من را مبهوت خود می‌کنند،
داستان سرایانی مثل دیکنز، سرولوف، هاردی، چخوف، موراکامی، داستایوفسکی، آستر و مکیوان را از ته دل تحسین می‌کنم. همانطور که مدت کوتاهی در سکوت نشسته بودیم، متوجه حقیقتی شدم. در این لحظه بود که فهمیدم دیگر شایستگی لازم برای ادامه دادن حرفه‌ام را ندارم. حافظم زیادی ضعیف شده بود. پس رفتار حرفه‌ایم را کنار گذاشتم، لپتاپم را بستم و رو به او کردم. امیلی، من خیلی متاسفم. این جلسه تا الان بیشتر شبیه کابوس بوده. خان داوید نازیو، مرگ و فقدان انسانی که عشق ما نثار اوست را به از دست دادن عضوی از بدنمان تعبیر می کند. از دست شدن او گویی از دست شدن دست یا پایمان است. با همان فروپاشی عصبی و تجربه شبیه به همان دردی که آدمی ممکن است هنگام از دست دادن دست یا پایش احساس کند. حال تصور کنیم اگر پیش از آنکه به واقع دست یا پایمان را از دست بدهیم از قریب الوقوع بودن این مهم، این فقدان مطلع شویم. وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ ما چگونه با ناپدید شدن عضوی از بدنمان، بخشی از جانمان و درد نامتصور این ناپدید شدن در روح و جسممان مواجه می‌شویم؟ ماجرای کتاب مسئله مرگ و زندگی نوشته آروین یالوم و مرلین یالوم از پیشاگاهی نویسندگانش از این موضوع شروع شده است. مرلین به سرطان دچار می شود و مرگش حتمی است. زوج عاشق که سالیان سال را با عشقی عمیق و محبتی ازلی زندگی کردند، حال می دانند که یکیشان به ناچار خیلی زود باید از این جهان درگذرد. زوج عاشق تصمیم می‌گیرند که هر آنچه از زندگی و مرگ می‌دانند و از پس گذر سالیان به تجربه دریافته و به آن فکر کرده‌اند را بنویسند. آن هم در حالی که مرگ مرلین نزدیک است. در میانه نوشتن کتاب است که مرلین در می‌گذرد و برای آروین عاشق اینک یکی هست که دیگر نیست. این فقدان عظیم برای آروین نه عنصری بازدارنده که نیروی پیشبرنده می شود و او مسئله مرگ و زندگی را با ستایش بیپایانش از زندگی، عشق و البته ایمان به حتمی بودن مرگ ادامه داده و به پایان می رساند. همانطور که مرلین نیز با وجود آگاهی تمام و کمالش به حقیقت مرگی که هر لحظه به او نزدیکتر می شد تا آخرین لحظه دست از زندگی کردن بر نداشت. آروین هم به مدد همین عشق به مرلین و به زندگی در فقدان معشوق دست از زندگی بر نمی دارد و بر اهمیتش پافشاری می کند. مسئله مرگ و زندگی ماحصل این پافشاری بر عشق، بر زندگی و بر پذیرش ناگزیری مرگ است که قسمتی از این زندگی است و البته عمل کردن به رسالت عظیم نویسنده و درمانگری که می‌داند باید این تجربه ها را با جهان در میان بگذارد. خب بیشتر از این دیگه قسمت های این کتاب در اختیار من نیست. امیدوارم که همینقدر که تونستم برای شما بخونم و این کتاب زیبا رو بهتون معرفی کنم که حتما در بیشتر مواقع زندگی کمک کننده ما هستش، خیلی لذت بخش بود برای خودم و امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.